این داستان واقعی رونالد مکدونالده، همون دلقکی که توی تبلیغات مکدونالدز دیده میشه. سال 1892 یه دلقک دوره‌گرد برای اجرای نمایش سیار توی جشن‌های محلی پرسه میزد. با یه کت قرمز، جلیقه زرد، دستکش‌های سفید تا آرنج و یه لبخند نقاشی شده روی صورتش. لبخندش اونقدر عجیب و بزرگ بود که انگار صورتش رو شکافته بودن. اون اسم چادرش رو گذاشته بود وعده غذایی شاد و ورودش برای بچه‌ها رایگان بود. نور داخل چادر کم بود و همیشه از داخل بوی نون شیرین و رنگی می اومد. اون به هر بچه یه جعبه قرمز میداد که توش یه نون سرد، یه تیکه گوشت، یه اسباب بازی چوبی و یه کارت بود. روی کارت نوشته بود بخور فردا دوباره بیا. ولی وقتی بچه‌ها از چادر بیرون می اومدن رنگ پریده بودن. بعضی هاشون تا چند روز چیزی نمیخوردن. بعضی ها تا یه مدت اصلا حرف نمی زدن. تا آخر تابستون اون سال چندین بچه ناپدید شدن. اما بعدها وقتی نهایتاً پلیس با اصرار مردم گاری اونو گشت، توش چیزی نبود جز رنگ قرمز، پارچه های زرد و کلی جعبه دست نخورده. سالها بعد یه شرکت تبلیغاتی توی شیکاگو اتفاقی از یه فروشگاه فروش وسایل قدیمی یه پوستر قدیمی از نمایش سیار همون دلقک دوره‌گرد رو خرید تا با الهام از اون برای یه رستوران زنجیره‌ای تازه کار یه شخصیت سمبولیک تبلیغاتی بسازن. اونا فرم اصلی چهره رو نگه داشتن، دقیقاً همون رنگ ها رو انتخاب کردن و حتی از اون لبخند عجیب استفاده کردن و نهایتاً دلقک معروف مکدونالدز خلق شد و از اون روز تا الان هر بار که این صورت دیده میشه در واقع چهره قاتلی رو میبینیم که هیچ وقت دستگیر نشد. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم.